سلام، امیدوارم از مرزهای بسته و ترس از کرونا نو دلگیر نشده باشید. امروز دایر به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان صحبت میکنیم و درباره آنکه تا چه حد حق و حقوق مهاجران را در این انتخابات به نظر میگیرند. گزارش رادیو آزادی دایر به آنکه دعواگران کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان بین مهاجران نرفتند و برای نامزدیشان امضا جمع نآوردند، بحثی جالب برانگیخت که بعد نیست همراه ببینیم. نمایندگان بعضی از داوطلبان کرسی پرزیدنت گفتند کرونا اجازه نداد به روسیه بروند و امضای مهاجران را جمع کنند. بعضی دیگر گفتند که ضرورت جمع آوری امضای مهاجران را نداشتند. یک کاربر در وبسایت رادیو آزادی نوشته است مهاجران برای نامزدها اهمیتی ندارند و برای همین کسی به سراغشان نآمد. شرح این کاربر را میخوانیم که خود را مهاجر معرفی کرده و چنین گفته است: مهاجران تاجیک را کی و در کجا آدم حساب کرده بودند که امروز از آنها میپرسند، میکشند، مسخره میکنند، فریب میدهند. یگان بار نمایندگان دولت حمایت نکردند. ما مهاجران غلام گشتیم، گپ زنی خائن میگویند. کاربر دیگری با نام مهاجری باسواد نیز گفته است اگر رای مهاجران برای داوطلبان کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان ضرور می بود، کاری کرده به نزدشان می آمدند و امضاهایشان را می گرفتند. شرحش چنین است: اگر در فکر ما مهاجران می شدند در همان وطن جای کار می ساختند که اینجا نمی آمدیم و عذاب و مشقت نمی کشیدیم. برای یگان نامزد نه امضای ما در کار است نه آواز ما. مهاجران یک طبقه بی حقوق بودند و کسی هم از آنها نمی پرسد که بیایید و ما را دستگیری کنید. کاربر دیگری با نام فرخاری نیز با همین مضمون شرح کوتاه گذاشته و در وبسایت ما نوشته است که رأی آنها به کسی در کار نیست. او چنین نوشته است: مهاجر تاجیک یک شخص بی صاحب است. حقوق او همیشه پایمال است. آواز او هم برای حکومت ضرور نیست. اندیشه‌های دیگر نیز هست که مهاجران کاری خودشان سبب می‌شوند کسی به حق و حقوق آنها اهمیت ندهد و زندگیشان هم بهتر نشود. شرح این کاربر را می‌خوانیم که خود را دانشمند معرفی کرده است: من هم مهاجرم، لیکن عیبی خود ما نیز هست. نه کتاب می‌خوانیم و نه یک ذره درباره حقوق خودمان فکر می‌کنیم که چی حق داریم یا نداریم. می‌بینم رفیقانم را به جای خواندن یگان چیزی در کاری یاد گرفتن زبان روسی مسخره بازی‌های بلاگرها را تماشا می‌کنند، بعد پگاه پلیسیا می‌گیردشان، پینگ پینگ می‌کنند و هیچ چیز گفتن نمی‌توانند. کاربر دیگری هم با نام دورندش به مهاجران تاجیک توصیه داده است که سر حق و حقوق خویش اندیشه کنند و نسبت به کارزارهای سیاسی و مثل انتخابات بی‌پروا و یا بی‌تفاوت نباشند. در عکس حال از مهاجرت و از دوری از فرزند و والدان خلاص نمی‌شوند. شرح دورندش چنین است: مهاجران عزیز، یک چیز را فهمید که حق خودتان را ندانید، درباره آیندهتان فکر نکنید، همین گونه عذاب کشیده می‌گردید. شما را استفاده می‌برند، پولتان را می‌خورند، سرگردان می‌کنند. بعضی شما می‌گویید به من انتخابات در کار نیست. معنی گفته‌تان این است که برای شما مهم نیست آیندهتان چه می‌شود. با همین روسیه می‌آیید، عذاب کشیده می‌گردید یا در تاجیکستان یک کار حلال می‌یابید و پیش زن و فرزندتان راحت زندگی می‌کنید. دورندش راست میگوید یا نه؟ اگر هم فکرش هستید یا نه به ما نویسید. به شماره که میبینید واتساپ، وایبر و تلگرام و ایما دارد. در وبسایت ما هم میتوانید نظر خود را بگذارید. آزادی آنلاین اینجا به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.